سلام و عرض ادب دوستان و همراهان عزیز. من سخی ضابط اغل هستم و اینجا چینل افغان فیوچرز است. در واقع این اولین ویدیوی من در چینل افغان فیوچرز است و اینکه من اینجا چه میکنم. هدفم از ایجاد چینل افغان فیوچرز چی هست؟ راستش موضوع چینل مشخص است: آموزش کسب درآمد آنلاین با ارزهای دیجیتال، مفتدی تا پیشرفته به ساده ترین روش ممکن. من برات یاد میدم که چطوری از بازار ارز دیجیتال سهم خودتو بگیری یا کسب درآمد کنی. اما یک سوال از خودت دارم: تو میخواهی یک مهارت جدید یاد بگیری؟ هدفت از زندگی چی است؟ وقتی حرف از کسب درآمد آنلاین میشه، یک چرخه پول بزرگی رو در نظر بگیر که بحث $100 و $1000 و $100,000 نیست، میلیون ها یا تریلیارد ها دلار در چرخه است. تو فقط نیاز است جسارت از زیر به خودت بدی که یک مهارت لازم رو یاد بگیری و سهم خودت از این بازار بگیری. من دنبال نصیحت کردن مردم نیستم. من حرفم به تو است: وقتی یک خارجی یا هر کسی از هر جای دنیا میتواند سهم خودش رو از این بازار بگیرد، تو چرا نتوانی؟ بده خواهر. و اگه به دنبال بهانه میگردی، بهانه های زیادی وجود دارد که تو را از هدف دور میکنه. تغییر همینطوری خود به خود وارد زندگی تو نمیشه و این تو هستی که تصمیم میگیری که با زندگیت میخوای چیکار کنی. یک مهارت جدید میخوای یاد بگیری؟ منتظر ویدیو بعدی من باش. چنل یوتیوب منو دنبال کن و هر جایی مسیر، هر سوالی داشتی، من اینجاستم تا بهت کمک کنم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.